ما واسه درست کردن این غذا به مرغ، مواد قرمه سبزی، نعنا و سیب و ربع انار احتیاج داریم. این سبزی خشک قرمه سبزی رو یه دقیقه نمیدونم چرا توی یخچال پیداش کردم، استفاده کنیم و ربع انار و خوب رسید. خب دوباره باید پیاز خورد کنیم. من در اصل هدفم از آشپزی اینه که بالاخره یه غذایی کشف کنم خب که توش مرغ و گوشت داشته باشه ولی پیاز نداشته باشه. من مرغ رو ریز کردم، پیازم ریز کردم، بعد اینا رو که با هم پختم میام بهتون میگم که قسمت عجیبش که بنظرم چرا حرف میزنم. آره مرغ پختم، پیازم پختم، مرغ نپختم، مرغ ریز کردم، پیاز رو دارم میپزم. حالا اصلا خب من توی این مرغ من دیگه ریختم ولی باید یعنی اون چیزی که تو گوگل نوشته بود این بود که سبزی قرمه سبزی رو با نعنا قاطی میکنیم و سیب میریزیم و ربع انار هم یا حالا یا گردو یا لپه هم میتونیم بریزیم ولی خب من اصلا نه گردو خیلی دوست دارم نه لپه. مثلا قبل گذاشته بودم که بشه استفاده کرد اون لپه سفید. خب اینا رو ریختیم اینجا اینطوری. من باز هم بلد نیستم اون رو بچرخونم به این صورتتون میشه. از این حالت آبکیش خارج شد میتونیم بهش ربع انار بزنیم ولی الان این باید بپزه. دوستان من به این ربع انار زدم ولی یادم رفت اون موقع براتون فیلم بگیرم. الان پخته تموم شده و من ازش خوردم، یادم اومد بعد فیلم بگیرم. برای همون الان دارم فیلم میگیرم.